اگه شما یک کسب و کاری دارین که از شرایطش راضی نیستین، شاید جواب این سوال به درد شما هم بخوره یا حداقل در حد یه تلنگر موثر باشه. من اگر کسب و کاری داشتم که از شرایطش ناراضی بودم، فکر میکنم که باید یک سوال و جوابی رو با خودم مرور میکردم، یک سری سوال اساسی منطقی و عقلانی و جوابهای صریح عقلانی و مؤثر بهشون رو با خودم مرور میکردم. سوالای از این دست: اول از خودم میپرسیدم که این کسب و کاری که من دارم، محصول یا خدمتی که ارائه میکنم، برای چه گروه اجتماعیه؟ اون گروه رو یه مقدار برای خودم شفاف میکردم که قبلا چه نیازهایی داشته زمانی که من این بیزنس رو انداختم و امروز چه نیازهایی داره، چی از من به عنوان یک خدمت رسان یا یک ارائه دهنده محصول میخواد. اینا رو برای خودم همه رو مکتوب میکردم. بعد میومدم میدیدم که توی این اکوسیستم ما بازیگرها که در واقع رقبای من میشن کیان، چه تعدادیان، چه پراکندگی دارن، در نزدیکی من کجان، کدوما نزدیک به همیم. بهترینا و بدترینا رو پیدا میکردم، مرور میکردم که من کجام و اینجا اون جواب صادقانه و واقع بینانه که خالی از بزرگبینی، خود بزرگبینی و مثلا توهمات و رویا پردازی باشه خیلی مهمه ها. که من ببینم من کجای این اکوسیستمم، میانم، بالام، خیلی پایینم. بعد میومدم میدیدم که اونایی که این بالان چه مختصاتی دارن، چی کار میکنن، چه محصول چه خدمتی ارائه کردن، اون آسشون، اون برگ برندهشون چیه. مرور میکردم که من کدوم یکی از اینا رو میتونم یا شرایط محقق کردنش رو دارم، میتونم به یه ورژنی ازش اونو ارائه بدم با توجه به شرایط خودم البته، و اینکه یه مقدارم بیشتر تلاش بکنم. بعد می اومدم سیستم خودم رو یه مرور میکردم، اینکه در چرخه‌ای که از لحظه‌ای که آدم‌ها منو میشناسن تا لحظه‌ای که خدمت من تموم میشه یا محصول من ارائه میشه، این فرایند رو با دقت مرور میکردم که کجاها هست که ممکنه یه چیزی خوب انجام نشه. یکی از بهترین راهاش پرس‌وجو کردن از آدم‌هایی که از خدمت شما یا محصول شما استفاده کردن، نظرسنجی کردن با جنبه بودن، البته منظورمه که شما راضی بودین نبودین، چه چیزی رو راضی نبودین، بدون اینکه توجیه بکنیم جواب اونا رو، در واقع فقط بشنویم و ببینیم که کجاهای این فرایند هست که میتونه بهبود پیدا بکنه و کار ما رو به نحوی خوب بکنه که آدم ها به دیگری توصیهش بکنن یا بخوان دوباره امتحانش بکنن. چرخه تولید خودم رو یا چرخه در واقع فرایند انسانی خودم رو مرور میکردم، ببینم که آیا تعداد افراد کافیه، اگر زیاده کم میکردم، اگر کمه به اندازه میکردم. اینکه آیا ما داریم مثلا زیاد خرج میکنیم یا کجا هدر رفته هزینه داریم و اون پولی که میاد و کجاها میتونیم هزینه بکنیم. آیا ما محصولمون همه چیمون خوب و کافی و عالیه، آدم ها ما رو نشناختن پس باید بریم سراغ مارکتینگ کردن، تبلیغات کردن، اون خودش یه مسیری داره، یا نه آدمای اومدن برنگشتن به سیستم ما پس ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم که از این به بعد این اتفاق نیفته. دیگه از خودم چه سوالی میپرسیدم، فرایند رو میپرسیدم، اینکه آدم ها تو دنیای جدید چه نیازی دارن و آیا من میتونم اونا رو برآورده بکنم. بهترین ها رو هم که بهتون گفتم. و یه مقدارم سعی کردم روی دنیای جدید تحقیق بکنم که آینده این کاری که من دارم انجام میدم چیه، چه نیازهایی داره میاد که من شروع کنم خودم رو برای اونها آماده بکنم و بتونم توی زمانی که شرایط سخت میشه یا رقابت سطحش میره بالاتر، من هم یه کارت برنده داشته باشم واسه رو کردن. البته تو این زمینه شما باید از مشاورای حرفه‌ای حتما کمک بگیرین، اما خودتون اگر یه مقدار به این بحث، به این فکر منطقی، به این رابطه استدلالی فکر کرده باشین، یه سری سوال و جواب خوب از خودتون پرسیده باشین، وقتی یه مشاور خوبم به شما اضافه میشه میتونه اون مسیر رو، اون فرآیند رو برای شما تسهیل بکنه و به اون نتیجه‌ای که دلخواهتونه احتمالاً بهتر برسید.